من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. دایات قبلی هم الله متعال علامات یا مشخصات منافقین ذکر کرده بود. مردمی بودن که وا علیه دین استهزا میکردن، سریایات الله متعال ریشخندی میکردن. الله متعال مسلمانان را هدایت داد که در این طور مواقع شما نشینید. در مجالسی که استهزا بالای دین میشه یا شعار دین میشه یا سری مسلمانان میشه، در اونجا شما نشینید. چرا؟ اگر بشینی و رد منکر نکنی شما مثل ازوا میشه. الله متعال رحم بکنه در این روزگار یا در این عصر اینطور مسائل خیلی زیاد میشه. چرا که در مجالس علیه اسلام انتقاد، اعتراض و ریشخندی میشه و مردم هیچ چیزی هم گفته نمیتونه. بعد از الله متعال حالات منافقین بر ما بیان کرد که او همیشه انتظار شکست و این گپا را سر شما داره. باز وقتی که غلبه براتان حاصل شوم یا در جمع شما خود میزنه و میگه که ما همراه شما هستیم. اون مردمان مسیر مشخص نداره، گاهی طرف مسلمانا و گاهی طرف مشرکین و کفار، همیشه دو طرفه میزنه. یادتان باشه که شما این حراس نداشته باشه که منافقین به امرای کفار یک جا میشه علیه مسلمانا چیزی کرده بتانه. چرا که الله متعال غلبه را بر ازوا نصیب نکرده. دیگه علامات مشخص منافقین است که یا همیشه معامله فریبکاری به امرای الله میکنه و الله هم جزای اینمی معامله فریبکاری را فریبکاری یعنی خداع میکنه. الله متعال امو قسم که لایق شان الله است. در اینجا نسبت خداع به سوی الله شده و این صفت الله متعال است، اما کیفیت شما نمیدانیم. تنها موضوع بر ما مشخص شده از سوره حدید که زمانی که الله متعال بنابر ایمان ظاهریشان یک میدان برش موقع میده که امرای جنتی ها روان باشه، اما بعد از او امور روشنیشان ختم میشه و صدا میزنن برای مؤمنا که برای ما یک چیزی از روشنی بده. مؤمنا برش میگه که اینجا جای روشنی حاصل کردن نیست بلکه در دنیا هست، بری از دنیا برای خود روشنی حاصل کنه. تنها ایمان ظاهریشان یاره تا یک جایی را موقع داد که امرای جنتی ها روان شود و بعد از او باز نتانن در نعوذ بالله در جهنم میفتن. الله متعال حالات از را بیان میکنه. یقینا هم کسانی که در ظاهر نعوذ بالله خود دفاعگر دین و محبت کنندی دین میدانه، اما در حقیقت قطع دین دشمنی داره، با وصفی که در ظاهر الله متعال برش یک چیزی عزتمندی را در دنیا نصیب کرده، اما در آخرت این حالتش باقی نمیمانه. این مردمانی بود که در سوره بقره و گفتن که یا تجارتشان فایده نکرد و یا در حقیقت راه تجارت یاد نداشتن. چرا؟ برای منافقین بهترین موقع و فرصت طلایی میسر شده بود. وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم و کسب علوم از پیغمبر الله و همچنان در زیر تربیه مستقیم پیغمبر واقع شدن و این موقع حاصل شدن برای هر کس موجود نبود. اما امی منافقین امی طور چانسای طلایی را از دست داد، بجز از اینکه تخریب کاری و خود نعوذ بالله طرف بزنه، از مفادات یا فایده های خیلی زرین دین استفاده نتانستند. الله متعال امی حالتهای از یاره بر ما واضح میکنه. ان المنافقین، یقینا منافقین در اظهار ایمان در چالبازی میکنه، یخادعون الله، معامله فریبکاری به امرای الله میکنه در گمان خودشان. به خاطری قید میمانیم در گمان خودشان، به خاطری که امرای الله مخادعه یا فریبکاری نمیشه. خداع ای را میگه که در ظاهر اینطور عملی را انجام بدی که جانب مقابل قناعت بدی، اما در حقیقت و عمل قناعت بخش نباشه. منافقین همینطور رویه را میکنن، گمان میکنه به ایمان ظاهری خود که در ظاهر ما خونی خود، مال خود، اولاد خود از مسلمانا نجات دادیم، شاید امی ایمان سبب ازی باشه که ما همیشه نجات پیدا کردیم و اون طرف با کفار هم راه دوستی را در پیش گرفته، از اون جمع خورده را ایسته. این گپا به خاطری بود که یک تعداد مردم در بین مسلمانا که ظاهر مسلمان اما حقیقت فقط بنده هوا و هوس، بنده خواهشات و منافع شخصی است، اونو مردم هستند که وا در دین بسیار تخریب میکنه. حالی هم همونطور منافقین زیاد است. یک طرف میاد با مسلمانا راه دوستی را اعلان میکنه، میگه ما مسلمان هستیم،
اما حقیقت امر بندی دلار است، بندی پول است. حقیقت او مردم رای خود چی انداخته، از در دو طرف میزنه. امیال هم امی مردم وجود داره، واقعا وجود داره و اینطور فکر میکنه که ما هر دو جانب فریب داده میتونیم، یعنی طایفه مسلمان هم و طایفه کفر هم، لیکن در حقیقت یا خود فریب دادن. چرا؟ به خاطر که تمام عمر محنت و خواریشان ده هدر رفت، هیچ چیزی عمل نیکشان برشان باقی نمیمانه، بلکه نتیجهشان اندر که اسفل است که پشت سر الله بیان میکنه. یا است که یخادعون الله، مخادعه امرای رسول الله میکنه. رسول الله مخادعه قطش ممکن است، چرا؟ بشر است، حالات غیب نمیدانه، از او خاطر و از رای فریبکاری پیش میره. لیکن مخادعه با رسول الله مثل که مخادعه با الله کرده باشه، از او خاطر الله تعبیر به یخادعون الله کرد. و هو خادعهم، الله جزای خدعه از ایره میده، لیکن این صحیح نیست، چرا که تاویل ده صفت الله میشه. قرآن کریم تو نگفت که هو یجازیهم علی یخدعونه، الله جزا میده بنابر آن چیزی که یا خداع میکنه، بلکه گفت و هو خادعهم. خداع الله و انسان فرق داره، صفت الله و انسان فرق داره. این صفت برای الله ثابت است، همون رقم که لایق شان الله متعال یار خدعه میکنه، یعنی طور معامله الله امرای منافقین میکنه که در ظاهر منافقین فکر میکنه ما نجات یافته هستیم، اما در حقیقت در قعر جهنم میروه. امی گپ امرای از الله میشه در روز قیامت. علامات منافقین همیست: و اذا قاموا الی الصلاة قاموا کسالا، چون در دلشان عقیده وجود نداره، عقیده نماز نیست، یعنی از او خاطر یا عقیده ثواب هم نداره، پس استاده شدنش برای نماز، برای ادای نماز، یک نوع ظاهر نمایی و خودنمایی است. چرا؟ یا هیچ وقت اراده نماز نداره. یقینا پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمه تلک صلاة المنافقین، 3 مرتبه پیغمبر گفت تلک صلاة المنافقین، تلک صلاة المنافقین. تجلس ترقب الشمس، میشینه، در یک روایت تقعدو آمده، میشینه مراقبت شمس میکنه، دفته و سعی میکنه، زمانی که در غروب نزدیک میشه میخیزه نول میزنه، با مثل نول زدن مرغ واری، نعوذ بالله. این میگه نماز منافق است. الله رحم بکنه، در وطن ما همیشه نمازهای دیگر در وقت غروب حالت زردی آفتاب خوانده میشه که وقت خواندن نماز منافقین است. کل عمر در اول وقت در کل عمر در افغانستان نماز دیگر خوانده نشده، همیشه زمان خوانده شده که نماز مکمل در زردی گرایی ده، اصل سفیدی باقی نمانده. حالان که نه تنها یک حدیث، بس صدها حدیث در مورد تعجیل صلات آمده که در اول وقت نماز خوانده شود، بجز از پیشین تابستان و نماز خفتن. نماز خفتن هم اگر جماعت حاضر بود باید پیش خوانده شود، اگر نبود پس آن خوانده میشه تا که کلگی حاضر شود. اما در افغانستان خلاف حدیث های پیغمبر، مردم میگه شما میگه که در مقابل سنت رسول الله مردم قیام کرده، واقعا قیام کرده، کدام سنت رسول الله عملی میشه؟ امی مردم، امی علمای احناف ما، نماز شام آخری وقت از علمای احناف است که میگه وقتی که سفیدی در جانب مغرب گم شود آخری وقت چیست شام است و وقت خفتن داخل میشه. اما امروز شما میبینید که در مساجد 8 بجه آذان داده شده، در می روزا 2 دقیقه ازش دیر بود آذان خفتن داده شده، و 15 بالا 8 بجه خود کلی مساجد آذان داده میشه، در 8:30 جماعت شروع میشه. حالان که در نقشه حنفی تقریبا در این روزا 46 دقیقه بالا از 8 نماز خفتن داخل میشه. این مردم تابع مردم است، ملام تابع مردم است، دینم مطابق خواهش مردم است، نه سنت رسول الله را در نظر میگیره، نه این گپا را، نه این مسائل. نماز تراویحشان چی رقم است؟ 12 دقیقه 29 رکعت خلاص میشه که حتی 1 دقیقه هم بگه نیم دقیقه هم برای 1 رکعت نمیرسه. این حالاتشان است. به خیر مقایسه بکنیم چه قسم حالت است. آیا همین دین است؟ همین قسم آمده؟ نماز دیگر کی خوانده شود؟ صحابی میگه که ما شطور حلال میکردیم، 10 تقسیم میکردیم، بعد از او ما میرفتیم در حوالی مدینه، بازم میدیدیم که هفته و سفید میبود، خیلی بالا میبود. عجیب است. و در اولی وقت نماز میخواندن دیگره، اما امروز نه تنها امی خواهرای ما را گرفتن در خانه ها در بدر کردن، او بیچاره نشسته به عقیده از اینکه آذان نشده او یا آذان در 6 بجه میده، در 6 بجه آذان میده. او مردم هم گرفتن از این فضیلت ها محروم کرده. نماز در اول وقت یک حدیث نیست و صدها حدیث باب تعجیل الصلاه در کل کتابای حدیث وجود داره، اما این مردم به تعجیل معجیل عمل نمیکنه.
هیچ در قصه ها نیست. در جایی که با ضد حدیث کار میکنه. در نماز پیشین اگر در تابستان و زمستان هستم و یک وقت مقرر است خیر و خلاص، نه اول سعی میکنه نه آخره. در صبحکی شما باور به الله بکنی که ما تسبیحاتم خلاص کرده میباشیم، بیخی 5 دقیقه 10 دقیقه هفته و برآمدن میباشه، زود آذان گفته میشه از مسجد ها میآید، چند آیت میخونه. در کل کابل بگردی اگر یک کش به سنت رسول الله عمل کرده بود در نماز صبح جمعه حامیم از سجده در رکعت اول و سورت 10 در رکعت دوم خوانده شده. در کل عمرتان گردنتان بسته خوانده شده. همین حاضر مجلس که همین جاسته نیست سنت رسول الله کسی عملی نمیکنه در طول عمر. اما کسایی که لاف میزنه خیر کدام سنت پیامبر عمل شده؟ مردم از کدام فضیلت آگاهی داره؟ هیچ وجود نداره. عجیب است. الله رحم بکنه. این مشکلات ماست که ما سنت های پیغمبر خدا ایج نادیده میگیریم، ولی قرآن برای ما میگه، حدیث پیغمبر برای ما میگه. این حالت یا صفت منافقین است. سختترین در حدیث میگه پیغمبر علیه السلام میگه اسقلترین نماز بالای منافقین نماز خفتن و صبح است. نماز خفتن و صبح در مساجد بگردی غیر از رمضان مبارک، بگردی که چند نفر از یک محله که 3000 خانه است 5 نفر ریش سفید میبینید، دیگه یک نفر وجود نداره. باز که بیشتر چی میگه؟ مسلمانی که در افغانستان است در هیچ جای نیست. خاک در سری توری مسلمانی، نعوذ بالله. عجیب مسلمانی است. تو برو مردم در ممالک دیگه جای پیدا نمیکنی از دست نمازخوانی و چی. همیالی برو همین عربا را مردم ملامت میکنه که این یا دامن کشالا عیش پرستا. شما باور بر الله بکنید دوشنبه و پنجشنبه همیشه روز است. از آدم عادیش ملا و این گپایش خو بگذارو که صوفی و شیخ و این گپایشان است. برو عبادت و اعتکافشان همین 10 شب اخیر رمضان خرد و کلانی از یا فقط در حرم است. نمیبینی دیگه طرف هیچ کار و روزگار بیخی بس میکنه، هیچ قطعی کسی گپ نمیزنه، معامله نمیکنه. تا این اندازه روا پابند است. اینجا که بشینی مسلمانی در افغانستان است. چی مسلمانی است؟ چه قسم نماز چه رقم خوانده میشه؟ روزه چه رقم گرفته میشه؟ مساجد چه رقم است؟ چقدر پابندی است؟ چقدر مدارس است؟ چقدر تعلیم است؟ چقدر قرآن و درس قرآن و حدیث است؟ نه فقط مسلمانی افغانستان در تویا معلوم میشه، در مرده ها معلوم میشه. بدعت ها را بکنن، معصیت ها و گناه ها را بکنن، سازنده ها را بیارن، مصرف ها بکنن. اینی مسلمانیشان است. باز میگه مسلمانی که در افغانستان است دیگه جای نیست. برو در دیگه جاها در مساجد افطاری را بی که مردم در پاکستان برو، مملکتی دور نیست، همسایه ماست، از ما و شما کده از بسیار مردمش غریب هم است. اما برو یک مسجد در پشاور یک مسجد به 10-15 نفر طالب مدرسه نمیبینی. نان شامی مردم میده. در افغانستان مولای امام کس نگاه نمیکنه، نوبتیش نمیده. مسلمان هستی و خیب مسلمانی تلاف زده رایستی. در کل پشاور بگردی یک دانه سالون عروسی پیدا نمیتونی. اما در افغانستان بیا در کوچه کابل سالون عروسی است. کل پاکستان 10 دانه چینل نداره، اما بیا در افغانستان 50 دانه چینل تلویزیون جور شده. چی را پخش میکنن؟ باز لاف میزنن. ما بسیار مسلمان هستیم. الله متعال میفرماید همین نمازاست که خوانده میشه، همین تراویح که خوانده میشه، راستی تا نبگه. همین مساجد پر میشه. در ختمات چه قسم است؟ استهزاء به قرآن کریم است. به الله قسم استهزاء بالای قرآن است. به یک قسم خوانده میشه. قاری صاحب در صدد عزیز که من در این رمضان بعد 6 ختمه بکنم. چرا؟ به خاطری که موسم تجارتی ما است. دیگه وقتا کس برای ما پیسه نمیده، این موقعش است. بری کلشان قسم بده پیسه نمیگیره. آیا کسی که با پیسه تلاوت قرآن بکنه او ثواب داره؟ باز چی میکنن؟ جوانا در پشت سر نشسته میباشه، وقتی که امام در رکوع میره میدوه گرب پشت سر استاد میشه. این استهزاء به قرآن نیست. تو الله را بازی میدی. این صفت منافقین است که الله میگه ان المنافقین یخادعون الله. منافقین معامله خداع و فریب با الله میکنه. تو جوان مسلمان اونجا آیت قرآن نشسته است، تو در وضوخانه نشستی چایت خورده رایستی مذاق بیرون در تنگی استاد استی، وقتی که قاری در رکوع استاد میرسه باز میده پشتش استاد میشی. تو مسلمان است؟ تو عزت قرآن در قلب داری؟ باز در 3 شو در 5 شو ختم کرده که هیچ حرفش هم کس نفهمیده، نه کسی میفهمه نه کسی توجه میکنه. باز دیگه که ختم میشه بوجی شیرینکا شروع میشه. حالا پیسه جمع کنه خیرات میکنه، خیرات از ختم کردیم. این کدام دین است؟ این پیغمبر کرده عاجزی بکو، روز آخری روز گریان است.
روز عاجزیت است. به الله متعال دیگه هم عاجزی بکن. میله را جور میکنه در مسجد، هیاهوی است، خوردن نوشیدن است، خربوزه است، انگور است، تیت میشه. این دین نیست. به الله قسم این دین نیست. این ریشخندی بالای دین است. یک میله جور کردن است. آخر سری خود در گریبان کنه. دین الله همین قسم است. معامله فریب با الله نکنی. او قاری صاحب معامله فریب نکن، او ملا صاحب معامله فریب، او مردم حاجی معامله فریب نکن به امر الله. ختم قرآن به این خاطر نیست الله اینطوری ختم سر ما نه سنت کرده نه مستحب کرده. پیغمبر هم اینطور ختم نکرده. قرآن خوانده میشه. قرآن که گوش بگیری توجه تا پیدا شود. لا اقل از آیاتش از صدای آیت یک کم احساس میکنی آخرت عذابه. قلب در گریان بیا میآید. دمی ختمای کیا میکنه. باز در جناب این مبتدعین یک تعداد پیدا شده. باز یک شبه ختم ده کجا میکنه؟ در شهدای صالحین. الکی در یک شبه ختم است. تو جناب یک نمازی تا به وجه درست خواندن نتونستی، منافق صفت نمازی تا خواندی، در 2 دقیقه 9 رکعت خواندی، نوری تزدی. الله اکبر. یقینا یعنی قصدا شما بروی امی نمازهای مساجد یک دفعه فیلم پوری کنی. بیاین شما همینجا استاد شوی. من پیشین بعضی اوقات من خوب میبینم اینجا که چه رقم نماز خوانده میشه. همین مردم مولا یک روز برش نمیگه که برادرم نمازت نشده تو چی کردی؟ همینطور فقط یک سر میمونه پس بالا میشه در 1 دقیقه 4 رکعت خلاص است. این دین است، این نماز است. این را صفت منافقین الله بیان کرده که فقط معامله فریب میکنه. چی میکنه؟ و اذا قاموا الى الصلاه، وقتی که میخزن برای نماز چون عقیده ثواب نداره، هیچ در نماز عقیده نداره، خضری مردم گیر آمده. قاموا کسالا میخیزن در حالی که خیلی سست هستند، به ناراستی میخیزن. سخت تنبیه و گبی کدام هشدار برای مؤمناست که قسم نکنن. به نماز به تازگی، به بسیار شوق و رغبت میل بخیز. الحمدلله. الله ما همیشه که در نماز استاد میشم شکر الله متعال میکشم که یا الله برای ما اینطور کسایی را نصیب کردی. قاری صاحبای ما الحمدلله 16 پولی از کس طمع نداره، خالص به خاطر رضای الله. و نماز ما الحمدلله همونطور نماز است. از روزی که ما از پاکستان آمدیم الله همینطور نماز را نصیب ما کرده و میگم که یا الله شکر تو را کشیده نمیتونیم. به تازگی مردم به شوق آمده میباشه. اینی را مردم عبادت میگن. یراؤون الناس، خودنمایی میکنه، خود نشان میده برای مردم. ولا یذکرون الله الا قلیلا، یاد نمیکنه الله را مگر خیلی کم. مراد از این نماز است. نماز نمیخونه مگر خیلی کم. خیلی کمش کدام است؟ موقع در گیر در امرای مردم گیر بیا دیگه. نماز نه عقیده داره نه کسی. یک معنی است. دوم معنی ولا یذکرون الله، یاد نمیکنه الله را در نماز الا قلیلا مگر خیلی کم. محض یک دفعه استاد میشه که مردم ببینه که بله این نماز خوان، اما حقیقت نماز، روحی نماز وجود نداره. صورت نماز برپا میکنه، حقیقت نماز وجود نداره. ای کاش که امی مسئله یک دفعه فیلم پوری شد امی مساجد و نماز به مردم ارائه شد که این نماز است، این نماز مردم است. ببینی که نماز میشه فتوا را زمین علما بگیره. اون علما مسئول است، به الله قسم پیش الله جواب میگه. مسائل واضح بگوی، مردم دعوت بده. وضو کرده 15 دقیقه 30 دقیقه در وضو تیر کرده، قضای حاجت رفته، پس از وضو کرده، دکان خود بند کرده، وظیفه خود بند کرده، آمده در نماز. اما نماز طوری خوانده میشه که هیچ خبر نداری که چه قسم میشه. ذکر میکر اذکار مسکار خدا عمر در این مشاهدی اذکار میفهمی که اذکار وجود داره. متصل فرد خوانده نمیشه، در جایی که خود استاد میشن همین زود کرده بس برو بخیر. برو از مردم عوام پرسان که تسبیحات میشناسن، تسبیحات فاطمه چیست، آیت الکرسی چیست. آخر این علماست، روز قیامت به الله جواب نمیگه. این مردم بیچاره را چرا ثواب محروم کرده؟ مذبذبین بین ذالک، مذبذب در بین نمیسته. در بین چی؟ گاهی طرف مسلمان گاهی طرف کافر. وقتی که فتح و غلبه مسلمان‌ها را میبینه باز میاد خود وانمود میکنه مسلمان هستیم، اما در دل ای داره که مسلمان‌ها کامیاب نمیشه. چرا؟ تعدادشان کم است در مقابل کفار، یا هیچ توانمندی نداره. آخر الامر کافر کامیاب میشه. از او خاطر به هیچ وجه قطعی مسلمان‌ها دلشان نمیلگه. لا اله الا نه در این طرف است ولا اله الا نه به اون طرف است. در حدیث میاد پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمه
مثل که بوزی که در طلب پورا کردن شهوت خود است، نعوذ بالله، گاهی او طرف و گاهی طرف. یا بنده شهوت هستند، بنده منافع شخصی هستند. هر طرف که منافع شخصیشان برآورده میشه همون طرف میشه. در این افغانستان شما دیده مردمایی که قطعی هر گروه آشنا، قطعی هر حکومت که آمد قطعش استاد است، تو میگه از همین گروه است. سالا قطعی از یا بوده، فقط پله ترازو رسایی میکنه که منافع شخصی در کجا است، مسیر نداره، هدف نداره، یا اینی حالتشان است. اینی صفتای منافقین است. اینطوری صفتات مسلمان پیدا نکنه. مسلمان منهج قوی داره، بالکل واضح داره. ما را مردم میگه شما به حکمت دعوت میشه، من میگم حکمت نیست، این شیطنت است، این منافقت است. که او یک دفعه قطع از او خدا وانمود میکنی حنفی، بازو طرف میری سلفی میشی. اینطوری نکن، منهجت معلوم باشه، معلوم دار بگی اینی راه است. او چرا پنهان شود؟ راه آدم چرا پنهان کنه که حق باشه؟ ها؟ چرا پنهان کنی؟ حق است، اینی راه است. اینی راه کتاب الله و سنت رسول الله ما سرش روان است. چرا پنهان کنی؟ و من یضلل الله، کسی را که الله گمراه بسازه فلن تجد له، کسی را که الله گمراه بسازه، گمراه کردن الله همونطور کسی را گمراه نمیسازه. چرا اگر الله کسی را گمراه بسازه خیر در دوزخ که میبرشه ظلم میشه؟ الله گمراه کرده شه؟ نه، الله همونطور نمیکنه. و ما یضل به الا الفاسقین، کسی که مسیر خود غلط انتخاب میکنه، وسایلی که الله برای هدایت برش داده، گوش، چشم، قوی تفکر، اینی را غلط استفاده کرده، غلط استعمال کرده، به مو طرف روان است. از او خاطر گمراهی در پشت سرش آمده رایست. وگرنه الله سر کسی ظلم نمیکنه. امروز کلگی در اختیار خود هستیم که کدام مسیر انتخاب میکنیم. خوب میفهمیم. در دو مسجد میریم، در دو مسجد نماز میخوانیم. یک نفر مرا گفت مولوی صاحب ما چی کنیم؟ به ما چی معلوم میشه که کدام نماز خون کدام خراب؟ توی طور میگی و دیگه طور میگه. ما گفتم آسان است حاجی صاحب محترم، یک روز برو در یک مسجد نماز بخوان، دیگر روز برو در دیگر روز برو در دیگر. بعد از اون نمازها را مقایسه کو، پس از اون اعمالی که من انجام میدم از من طلب کو دلیلشه که تو اینی کارا را کردی خلاف. امیر برای من سند داری از پیغمبر صلی الله علیه وسلم، لیکن در اون مسجد دیگه هم که نماز خواندی از مولوی صاحب سند طلب بکن. سند طلب بکن که سند داده میتونه یا نه. من گفتم این عناد ضد نکنه، اعوذ بالله، بنابر قومیت، بنابر ریزی ما فقط به نام افتخار میکنی که من فلان هستم. پشتی از این نگرد، پشتی دلیل و سند بگرد. برو ما گفتم یک دو سه مسئله را دلیلش بیار. 4 انگشت فاصله پایای بیار، نه دلیلش. دستار اینطوری در نرمی گوش اینطوری کده رویسته. خب بیار، پیغمبر همین طور کرد یا نه؟ نیت میکنی در زمان بیار دیگه. تو خود نماز میخونی مطابق نقشه رسول الله. در مسجد مکه آمدی که کدام موضوع را برای ما گفتی که اینی، من دلیل برات میدم، سند پیغمبر، حدیث پیغمبر برات میدم. چطور پیدا نمیتونی حقا؟ خوی طور بگو که نه من قوم پرست هستم، من مذهب پرست هستم، من تنظیم پرست هستم، من اونمو کونه پرست هستم، من دلیل پرست، قرآن و حدیث پرست نیستم. من این را خوش ندارم. چطور نمیفهمی؟ کی از کی نمیفهمه؟ از همین شو تصمیم بگیره بره بگرده، یک دو شو در یک مسجد، دو شو در دیگه مسجد، یک دو شو در مسجد امام بیا. خیر است اگر نمازش نشدم باز اعاده کنه شد. بخون. الله متعال برای انسان بصیرت داده، عقل داده، هوشیاری داده. خودت نعوذ بالله در کوچه حسن چپ بزنیم، پیش من به کوچه حسن چپ میری، بهانه میکنی. الله از قلب داغا نیست؟ به الله چی جواب میگی؟ و من یضلل الله، کسی را که الله گمراه بسازه فلن تجد، تو پیدا نمیتونی مخاطب له برای از او سبیلا، راه هدایت. که الله کسی را گمراه بسازه، باز که هر قدر تو محنت میکنی نمیشه. چرا؟ الله همونطور گمراه نکرده، اسبابی که الله برش داده او را غلط استفاده کرده، به بیراه استفاده کرده و بیراه روان است. یا ایها الذین آمنوا، کسانی که ایمان آورده، لا تتخذوا الکافرین، نگیری کفارا، اولیاء بدوستی، من دون المؤمنین، بغیر از مؤمنا. خیر است مؤمن اگر غریب است، بیچاره است، قطعی از زمین راه دوستی خدا برقرار بسازی، کفارا بگذاره. اتریدون، یا شما اراده داره، ان تجعلوا لله، که بگردانه برای الله، علیکم بالای خود، سلطان مبینا، حجت آشکارا. الله بدون دلیل کسی را عذاب نمیده. اول حجت قایم میکنه، بعد از او باز الله عذاب میده. اما طور نمیکنه. نکنه
با کفار دوستی نکنی که سری خود سند ثابت کرده در روز قیامت که الله عذاب برتان میده، سند خود به دست خود سند پیش کرده که بله ما نعوذ بالله رای درست انتخاب نکردیم. چرا با کافر دوستی میکنی؟